مو خانه خش برین و سب مبارک کنی. آره دیگه بخیر. نینی پیدا شده. آره نینی پیدا شده. روسم شنه با چای به این زیاد دک دیگه وقتی مصطفی سلام من شنید ننی خش خوش خوبی بخیر جوان بلقیس اگر از معالو طلب کرد بغل کی دسری زانون یا الله وين پیشش اوی بور حسن بگید داده خونش پیش یا الله یا چه خوبه؟ خیلی خیلی خوبه جان هستی دیگه. شکر خدا شکر. آیا سنت چطوری؟ شکر بکر جان خوبه. لالم زیاد خوبه. لالم خوبه. بچه بری. خو امید شوری هست شروع دمی کجا رهیشتی؟ شوری سیلون کی هیچ کجا نمیشتی روزه امای مبارک رمضان در کجا نمیزار میکنی بخ خوشه در توی مری بخستوس در جای موری در توی بیگاش توی امای تو خود خونشونی برادر همین افطاری میشه بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم جور صحتمند باشید. ایام بکامشون باشه. خوش آمدید در برنامه امروزی ما. دیگه دوستان عزیز امروز و همراه این ما به ما همچنان خالم و مادر مهدی جان رایشته که بخیر خانه جمعه قنبری که هم صنفیم بودک هم دوستان عزیز ما جمعه خان از صنف اول تا صنف 12 دیگه تا یک صنف با هم درس میخوندیم. دیگه خیلی یک رقابت خوبی داشتیم. ما همیشه دوستان عزیز اول نمره شدیم بعد جمعه خان مثلا میشد نه دیگه. دوستان رفیق هم خیلی یک رفیق خوب بودیم تا حالم مو رفاقت از ما الحمدلله رو منده دیگه خیش هم هستی نه دیگه دوستان عزیز از خاطر از اینکه مو خیش هم هستی نه تی بنده خدا همون دختر از ما عرفت هست که بچه کیه نه دیگه بچه کاکای دامت میشه. ای خیلی راست میگی دیگه. اینه کی کسه آته جمعه خان کسه خیش از ما آره. خیش همی عارفه خو بعض دوستا سوال من چیرکم خیش دیگه. اینه عارفه خوار من دوستا عزیز در بچه کاکایش میشه نه در بچه کاکای میزی جمعه خان که هسته مشاور دیدیم دیگه دمو که او زمان عارفه لاټکت خانه کی جمعه خان از یون بخیشم نه خانه آبیت نتی وقتی مصطفی کس در بیروری دامت میشه دیگه وقتی رزلی کس در کاکای دامت میشه نه دیگه دوستا خیشه دیگه. سلام دوستای عزیز وقتتون بخیر. در کجا هستین خدا شما نگاه کنه جان شما جور باشد همیشه خوش موفق باشین دیگه. روزه و نماز شما قبول باشد دیگه. دوستای عزیز قد از مو بیننده باشین که مو خانه خش برین و سب مبارک کنی. آره دیگه بخیر. نینی پیدا شده. آره نینی پیدا شده. روسم شنه با چای به این که چیز نام کشد خیلی مولیش از بابش سوال از بابش سوالی ها خب در دوستا دیگه او البته او نینی که هست نامش من خبر نداره پیدا شده در کشور آلمان نه بازمی لاله جمعه قنبری که هست در آلمان خانهش بچهش ده دوستا دیگه. در مون لازم بود که خانه خیش میشد مو اگرچه باید گام رافتی دوستا اید نمیشه که وا کار داره که یک وقتا وا کار داشت مثلا جمعه خان کابل بود نه چند وقت جمعه خان نبود بعد چند وقت موی سوسو کار داشتی که غجور بروی سوشو دیگه این امروز دیگه تصمیم گرفتی بخیره که باید مبارک بادی کنیم بای جان چیز خیلی بخیره گرفته دست خالی هم که نمیشه نه نه مو ورچن که در شوشنیش که مو کوی کتد نه کوی که خانواری دیگه روی دیدنیش دیده کم اکثر چلی دیده اینا یک پاکت چکلت کشته خوبه مقصد دوستا دیگه این چکلتی کاکاودار یا بی کاکاودار خوشندار و خدا تو نگاه کن خدا تو بچه بگه خیلی خوب ما بهتون دیگه بچه این باید رو که خالای جان دوستا اونجا چکلت های خوب دیگه میده من چکلت میمونه چکلت خوب گفته میشه دیگه میزی یک پاکت گرفته خیره باز
انشالله که او لالش هم مات کرد میره باچه خود افغانستان آره. او زمان سرباز راه می آره توی که داد خودی بنده روی دیدنی بشر دارم خب خیر کنی دمت گرم ماتای جان خیلی شد دیگه همین آدم دوست کم دیگه اگر شکو اترا چیزی میاد آره یعنی یک کمک خوشحال میشه همین یک رواج در بین منطقه دیگه است همین پیشنهایی آمده که سرچیلی یک روی دیدنیه دیگه نوسک هسته بری میری که حال سختار که ارده رفتی بطراق نی موری نماریش میدی آره نماریش میدی سرتون موری چیز آمین جانم بار والختاری می روزه درایه؟ خلاص شد داره دیگه آی، بعد از نماز نم ریختویه آفرین ماتای جانم امین سال دیگه دمی سال نو دمی دیگه دمی بلده ما دمی توی کلا کن خود دیدی؟ مکالای میچی رو ده تینش لوار مبسوم ما بلده استوی خان کن ماتای خود صحیح یا دیگه خان تایید میشه ما مدار بنده. استوی خان بیدیم این حال خدار که زمین زیرانمات آتی تقی توی نه دوست کن مو خیش سر توی میتربه کلی گیا به مهدی جان رم کن میتربه ما میشه اونجی این رو ناس که سر از تو خیر بگی نه خب دمو زمان که تو دناور بودی زبطر راندا امادم بیختو کتون کابه که او بیلقیس برو مطب برو با سواد چنی تو خو گپ گوش نگدی تو سواد نگدی این آدم دهید گوش کو آدم دهید کلای خوب قشنگ بپشه خب ما اوت نمیگیم که هر روزه خدا در توی موی کشود دیگه ما کلای نو باشه اونمور که دهید دمی یخن که بود مپشیدو خب ما میگم از وقت که مشوشتی نوتو میکردیم پسر در توی هم امور مپشید خب ما میگیم تو دهید بلدیم کلا کن ما در توی زمینم مبشو ما اموت هر کس چور دیده کن دیده عارفه شیری که دوره خواهد او اینده اونجا ما همی یک بودکده ما یه سرسی گیدیخ ندارم نه دره سر کنه نه یک شوخی دیدی یک دیدم وای بر حال تو محمد وای بر روزگار تو محمد دهی آلالی اولاد که تک دنیا عالم مگه کی آتای کنه آتای کنم بلده از مکلاک نه محمد تو دکونی لخت نه این خدا رو شکر که تو هستی در سر جوری اون من ناس که در یک دودم نه آرزویه 500 روپیه و سرین کای بلنالو نشینم تیرختون سه بزردالو نشینم خیر کنی و بلقیس اگر از معالو طلب کرد بغل کی در سری زانو نشینم این خدا تو خیر بگن ما رو به خدا چیخس بلند بوزی چیخس خوشحال میشم خدا تو نگاه الا مرغ سیایی خالی کردن خبر از مو بر یاری نادان و خگر یارم زی تو احوال بپرسن بیگناه جار شده حالا کی مردان خدا تو من خدا تو نگاه کنه هرچی روی شما دمت گرم ماتای خدا تو خیلی خوب خدا رازار باش شکر بلده تو یک بیت میگیم که تو خوشحال شنی نه؟ آره خدا دوستان نگاه کنه بلکه دوستان دوستان خوشحال میگی شنه برای آقای میگی جان یک شوخی نمیچی میاتای نه ما خبر دمی سالی نو سراته خیلی کلا حق داری خدا تو من بگه تیجا ولی دیگه از وقتی ارخم کلاک دو نگی که یه نیرکم نه ما که میتری 100 روپی باشم ما آره شکر نکنی ولی آتای جان میگه یا که هسته ما مزو مگیم نه یه دو خوارا بلده تشکی کالک ده نه مو منده خو یک دنه را چیناته خو قدم دو لاته چی جودوجیردی پاکستانی بلدیتنم خب خیلی همین جودوجیرد پاکستانی رو مگه خیلی قویه نه؟ آره یا به مهدی جان او بیجا امی وقتی که ترما امو مکه و بابایش در 40,000 سودا کرد 3,000 شما داد که تو قدر زامت کشتی نه همیشه امیر کالاک ما مو کالاک دم نه دیگه حالی بود چی تشکی باش چیل کی اون مخت بلده بک
رفت خوش ماما آره آه تجان مگوری آره مو باری آتیو سن خب بریم سلام از مرم برسونین بلده آته و زلی و خانوالهشی ما از این خاطر که دمی این دور از مکسته خیلی خرابه نه آره لای لای مایا تنگی، همجا دوگ بخورم مزوختی پای ما چندان و توکسوم نیه آره. دیگه ما یکی یا کم کم چون اینجاسته ما را بور کنم شخ کنم اگر خدا شما توفیق داد نه آره دم یید مرده گاه که بود الوار آفرین راست نه انشالله الوام نی آبای دوکن ولی امین نباید که الوار الوار خودم بختنم الان فکر کرد خود گفتم نی مقصد تو بود گو الواق در خوش داشت الواق کن شکر داره خب بود دون شاد میشی مو شو شیتر بارش تو در خوش داشت او ساده ماکس میزنم ماکس خب ماکس میزنم که بوی نده خب خب از او پاس چنچر میگیرم دیگه آتی علیم آتی علیم یا راو نگه دوستی پسا قدوری راستی راست نمیرکم خب خوش دقیق چه چطور دمت گرم تجان مگوری آتای ما متر خب بریم بخیر باری بخیر بریم سلام خیلی زیاد بودیم دیگه با اجازه دیگه ارباب صاحب اجازه این صاحب اجازه این امروز جمعه هم است خواندوم است منبر نه؟ آره خواندوی شما خواندوم مورین؟ آره دوستی موری تا یک دو خواندو شروع میشه شروع نشده تمس تازیت دک دیگه آتی مصطفی سلام سلام من دشنید ننی خیش خور خوبی بخیری جوان تجارا خیش اذیت نک روزه یا بسیار اعصاب ما خرابه باز خدای نخواسته ما دیست زیدو درم که شو نگو ایو جلمه یا الله واین پیششه اوی بار راستم بگو داله داده خونش پیش یا الله یا رسول وای کلوش کم هستم بکر خانه یا الله یا رسول الرحیم سلام علیکم و رحمت الله بکر مندن چه خوبی بخیری جامان تجارت صحت خوبه سلام بکر خوبی جامان خوبه تو من دن شتای خوبی جامان خوبه شکر یا الله دیگه یا الله پیش دیگه آبه بیدی جان تو آمده نه تو پیش ما پاس بکیف علیک السلام علیک السلام بخیر من خوبی سلامت آقای قمری عزیز جاری بخیر صحت خوبه خوش میگذره زنده باشی دوستای عزیزم مو جمعه خان کسا همسنفی بودیم و دوران مکتب خاطرات قشنگ داشتیم نه؟ سه عزیز دیگه ما خیلی در ویدیو هم گفتم که ما آقای رضایی هستیم ما هم دیگه همسنفی بودیم آره در یک سن کل خاطرات داشتیم 12 سال اکسترا با هم دیگه بودیم تو سایه حتی الان هم با هم دیگه دوستا خوش همدن در خانه که جمعه جان قنبری دیگه آتی تقدیم من زنده باشی خوش هم دی خوش باشی مو بیله در خانه تو یک رایش دی لود نداره خاطر تو یک لباس نو ما بشه بس آره خاطر ایشتش گیرویه نه دیگه ولی ما کسایی آقای رضایی از بیکی مزار تو خود تو بیشتر رایش دی نه ما امروز بعد از مدت ها گفتم باشم سر خوب بشیم شاید بخیره برای مویش روغو میچقه دیگه بیکای جان و همچنان خیش از ما بسیار تبریک باشم نوسهشون انشالله که عمر بده نوسهشون تبریک دیگه مو باید گام ما جمعه خان جان که نشد دیگه کم سر آره جان خش جان گرشن لازم نبود یک دفعه در شاشیش تبریک نه باز کم جمع باشیم لطف بدین خدا شما راضی جان شما تشکر سلامت باش جان هستی دیگه خدا شکر آبه سنتش توری شکر بکر جان خوبه لاله میزا خوبه بچه های خوبه
بچه بیریش کرد خوبه گفتم شکری. چراغا جان خوب است. سلامت باشید. اره روزه است دیگه بس خوبه. آره روزم بخیر برو میشه دیگه اکو خونکا و خیر خوب خیاده. راست میگه واسنیه. کمر بستش ده. خوب ببینید دیگه. جامعه لالیم بچه از یا بیخی خوب ته تخی تو چطوره خوبه؟ الحمدلله. مجید نمی بخدا. مجید چرا این کس مال شفق از خانه برکده کی آبه تقی؟ ها به خدا دیروز قدر تیز مرافت خونیه سنی مجید اما تو تیز مرافت که با خدا تو تاکتو مانه ایش گسپو کن دیروز فرار کرده داده ما دیروز گسپو کل میکرد یا بودایی این فرار گده گسل کرد. گسپور میگه ما دمی پایچه دمی لینک سلینگ دیگه من شتا میتونم به گسپور نه خوب کار کرده. اما تو تیز یک راه مردی فراره. ها میگه چاره نیه دیگه باید فرار که کنی دیگه هم فرار رو بلد باش دیگه پس هم باید. همین گسپا پاسونی رو خورده از این پاس نماز کده برش مجید برو او به وقت می شام تو مال خانه برنی خدا مگه برش دیگه آخر دیدم که نمیره دیگه اونجا حالا ها گفتم مجید تا ساعت 9 بجه اونجا اما شکر مجید آره، خانه آره، کنه شکر، بیچه آره. چرا بکر میام آره ما نفر با کشانی رو خوردم من یار برو کدوم بخیر جلو مولار بخیر بردی چکس دی آبه می جانم گفت دیگه مورا چکس دی جمع کدی پس که آوردی آورد تو دوستان همراهی عزیز سلام علیکم خسته نباشین انشالله که همگی جور و صحتمند باشین دوستان. آقای رضایی دیگه همراه خودم همسنفی میشه بعد نسبت فامیلی خیشی دوستی درخت آبی مهدی خورکیم به خودمشم دو سایز متوجه اینه که تقریبا نیت بگیم که دختر خانه از موی صحبت دیگه یعنی همیشه به خدا مثل خوار من دیگه همیشه هم نباشه میخوام دوستم داریم دوست دیگه خدا شکر بزن تازه دیدم ده مبارکی نوسی آتمه بچه حسین علی جان خیلی خوش آمدین بکی آقای رضایی سلامت باشید. دلای من زحمت کشیدین خیلی خوش آمدین. روزنم بود بخدا خوب چای میوردی تنقلات میش خوب بندار میکرد. آره خیر مو دیگه افتاد بسم روزه که بوش اول خدا رو قایت ناریشی چایشی او قایت آفرین آبه تقی اروده کی با خدا جامعه دو تو جانیه نه یک روز دیگه می. خدا ما که روزه بگیم که جان بوش سنیدیم چیز مگه باشی مامی مگه قدر خوب شده بابا مگه دیل جان میشونش تو یا این کس تا دمش راست خو آفرین عزیز دمشیه نه بکه یک چیز دیگه هم هست که تخیل تو شاد نگانه آره مهم خدای خیر بدی خدای ایمان بدی او بیداره مقصد یک تو تام خیلی نه خوبیش دیده خدا که شاید شفتلی تر دیگه بدتر داغ نه خیلی اون تر این آقای مکن نه کس پشانی که خورده گفتم رفیق جان کش بدی سن مجید نمورم مام قرار کم جمع کدم آخر کار رو قید گفتیم اینالی مکید رو تو گرد و بستو خودم کم چادر گرفتم می چوست جانه کشید از پاشی گفتم من تو در چوش وقت رخت منچه که گفت با خدا رو کن فرار کرد. آره فرار کرد اما تو ناپسی چو منچیدم خود ما شاطر اشتم به درخت باشتم چو منچیدم ولی نخون خون از روی که یادتون از نه تو ناپسی گلی تو تانی زفتا تو تانی دیگه دیرست گسپو کلکتم تو تاک ده امروزم ده فشتکستم تو تاک ده دیگه یعنی رای تو تاک ده اره خدا آره دیگه دوست عزیز به تقیب که ما کرده همی که تنادیش ده دیگه چیز می آبه محتی جانم کم همی که تنادیش کامت میشه آبه میده دیگه هم رسم ثواب خواره داره. بیا بخدای از تنایی نه نه، یک- برید که اوردی اول خدا آبای او یک چیز دیگه هم هست نه آره. از مو بکه مزه کلا آدم در گاهی که باشه خودمانی مثلا تو اگه متعجب داشتی در رگان چیز مراسم بزرگ میشه دم بخصوص در توی مای بکه ازا در خانه از ما مثل خانه خود خلدی من خدمت پس او وظیفه از ما یک مال مو کارو نکنی دیگه امروز هم جمعه خان جان گفت چای امروزه که مو چای میوردی نه ما در دل میگیم از هم این مال خوبه به خاطر که یک لازمه میمونه موگی میخندی روزه زود بیگم شد بگم سا او روزای عادی کسا که روزه نباشه چای که باشه بگو بیگاشتون چه اصلا آدم دقمش نیک بیگام شد شیراغا جانم خوب گوه نه روز خوب باسو بگارنیم صحبت نمیروزه حتی غیبت نمونیم نه استغفرالله غیبت اصلا خدا ورز چند نگاهی خیر توی که توی پیش رو انشالله را انشالله دیگه همین بهار تصمیم شسته زمانی خویمی ما انت رئی بود خب یک چکنه کار پیشم داد بخشش دیگه گفت خیری ما رو میشیم و بعد دیگه انشالله حتما
انشالله بخیر باید بخیر باید. دیگه دوستا پیش از پیش خانه خیش از ما دعوت دیتا تویشه که انشالله را انشالله. البته مادر قول خوب توی میگره دوستا آره اول خدا. خوب توی انشالله. میگره باز مو کلی برنامه ها داریم اینجا که خود خوب برسونید قدر خوب میشه نه؟ حتما دیگه دوستای عزیز گپ شیر آقا جان گپ خود میره دیگه ده گفت باشه. شیر آقا جان گفت دیگه ان شاء الله دعوت این کس رسن که این دیگه توی اینجا اول در خدمت شم اول خدا خیر ما میری مثل خوب فریمانی گرمم شونه نه. آره یک هفته میخوانی تو شام شکر خدا دو سن شراغا جان. آه راستی علی بکای بخشش باشه یعنی جمعه جان روزه بخور دیگه از او که آبه مزیا که خستش بسراخ نه تو به خدا یاد نشد نه نه یعنی دیگه میرم خود. خیر باز ما خدا یک کوین میریم. اصلا یک لازم دوست نیه بود. بابا. یک باید دوست دوستی بود. لازم نیه. یک دوستم رو فهمیدی؟ نه بکای یک چیز دیگه البته تقیه یک چیز دیگه هم هست نه اینا اول از خدا توی پیش روی هزار رقم داد و گرفت است در دیگاهشی توجه استغفر الله بنده خدا بند دوستی همین دادا که است از روی مهر محبت باشه خوبه ولی حساب قرض دیگه پا نه باشه نه دوستی خراب از مو قصد تیره دوستی از در خوشحالی بوی شکر آره خدا خدا عمر بیده نسیم را عمر بیده انشالله حسین آقا را خدا دویم بچهش خدا برسونه شیره جان هم انشالله شب خوشحالی ارباب را خدا جور که نوال خدا را ده خدا شفا بده به امید خدا ره نال خدا را شکر ده مجید میم جای یک دفعه خشم ازاق نوم آره خیر خانه جمعه جان قنبری امادیم مبارکبادی نوسه با یک هدیه بسیار چخنه یک شیرنی گفته میشه دیگه خب البته مو مزرد خواهیم نه کردیم نه ما یک گوشتو بربر نماشه خدا یک گوشتو بربر نمیم خیره دفعه بعد شما طورک نگی یاد نداره روزه آدم دوش نیاره دوش دوستای عزیز ایتیگه بسته که مو در کل یکم بگیم کابیم تناه نه یک به میدی خورکم که دستش در نکنه خدا شاید ما مدیونش هستم همیشه پالی آبیم اینی که شما که با این پالی آبیم مو به خوشحال میشه سلامت باشین دیگه این میجرز صحبت من روحی آبیم هم تازه میشه خوشحال میشه دیگه نیاز به چاکلیت و کیک و گپای ایش نیه میگم ما کارشون بله آبی خیر اول از خدا که بیری را وردی کمتر بسیار یعنی روزه با فامیل قنبری اصلا فامیدن هم چقدر خندیدیم چقدر گفتیم انشالله شما که از این ویدیو امیل لذت کافر برداشتیم تا برنامه های آینده از ما شما خداحافظ خداحافظ